ملا صاحب منبر داستان سرایی و قصه و افسانه نساز، منبر جای گریه های دروغین و نمایشی نساز. اینجا قصه و افسانه و داستان بیان بکن، از این خبر نداری که می مخاطب تو بیچاره اخلاص کرده، تو رو من حیث عالم گفته به پای صحبت تو نشسته، هنوز عقیده خود را نمیداند، باور اسلامی خود را نمیداند، قطعیات و ضروریات دین را نمیداند. مسلمان گرامی، اول عقیده را بشناس، اول قطعیات و ضروریات دین را بشناس. حتی قبولیت نماز و روزه و زکات و حج و دعوت و قربانی و ذکر و تلاوت و صدقات و خیرات ما بستگی به صحت عقیده دارد. اگر زیربنای عقیده ما درست نباشد، نیت ما صحیح نباشد، باور ما باور توحیدی نباشد، دیگر این نماز و عبادات و بندگی ما عبث است، بیهوده است، یک زحمت بی مورد و بی جا است. بله، اول عقیده را مسلمان بداند، بفهمد و بشناسد، چون شود اندیشه قومی خراب، غیر خالص گردد به دستش سیمیناب. پس نخستین بایدش تطهیر فکر، بعد از آن آسان شود تعمیل فکر. اول این فکر و عقیده و باور از اوهام، از خرافات، از بدعات، از غیر الله باید تصفیه شود، تزکیه شود، تطهیر و پاکسازی شود. از باورهای نادرست و غلط این عقیده و باور پاک شود. عده از این که در مورد عقیده گپ بزنن، در مورد توحید و یکتاپرستی گپ بزنن، در مورد رد شرک و خرافات و بدعات حرف بزنن، میترسن که مردم اونها را وهابی لقب میدهند، مردم سلفی لقب میدهد. مسلمان بگذاریم که همه مردم برچسب وهابیت و سلفیت بزنند، از این ما نترسیم مهر سکوت در مورد حقایق به دهن بزنیم و مسلمان همینطور من حیث مسلمان اینجا سجده کرده، نماز خوانده، اون طرف رفته سقی جان طلب کرده. سقی جان را باور داره مشکل گشا و حاجت رواست، اسپند را باور داره بلابند است، چشم موره را باور داره زخم چشم بدنظری را دفع میکند. چه وقت پیام حقیقت برای مسلمان داده شود؟ چه وقت در مورد عقیده و باور مسلمان برنامه گرفته شود؟ مسلمان به خود بیاید، بیدار شود و تنها تعلق و ارتباط قلبیش با الله جل جلاله برقرار شود.